میگم به همه اون کاربران گرامی و وفادار رادیو آزادی که دائم خبرهای رادیو آزادی رو منتظر میشوند و همین حالا نیز از آزادی ویدیو کانال مخصوصی رادیو آزادی در یوتیوب مرا تماشا دارند. شالای گلخوجه هستم، چون همیشه در همین وقت، در همین ساعت و در همین دقیقه ها در روبروی شما عزیزان و دقیقترش حالا ساعت با وقت پراگا رسو 10 است، با وقت پراگا رسو 7 است و با وقت دوشنبه رسو 11 در مسکو باشد. اونهایی که حالا ما رو تماشا دارند، یعنی منظورم مهاجران عزیز است، اونجا ساعت 9. و تشکر میگم که این سحر نیز با ما هستید و چند دقیقه خودتان رو برای شنیدن خبرهای تازه میبخشید. اما من چون همیشه شروع میکنم از وضع باد و هوا. امروز هوای دوشنبه بارانی پیش بینی می شود و انتظار می رود که گرمی در دوام روز 13 درجه را تشکیل کند. در پراگا پایتخت جمهوری چک که حالا از اونجا ما با شما صحبت داریم، هوا ابری است و همگی 12 درجه گرمی در نظر است. ولی در مسکو پایتخت روسیه هوا به مراتب سردتر است، هرچند آفتابی پیش بینی شده است. طبق پیشگویی هواشناسان سردی هوا 2 درجه خواهد بود. خب اما فکر میکنم نوبسته به سرد و یا گرم بودن باد و هوا شما همیشه با ما خواهید بود و ما نیز در نوبت خود تلاش میکنیم که در رساندن خبرهای مهم و عاجل دست کوتاه نایم. خب و من امروز رو شروع میکنم از یک خوش خبر، از اون که یک ورزشگر توجیک قهرمان جهانی شد. خوشقدم خسروف در روز سیوم مسابقه قهرمانی جهان آید به سامبو که 11 نوامبر در پایتخت رومانیا شهر بخارست دایر گردید مدال طلا به دست آورد. این چهارمین مدال پهلوانان توجیک در این مسابقه می باشد و خوشقدم خسروف در سبقت سامبو ورزشی در رقابت‌ها در وزن زیر 62 کیلو بر همه رقیبانش پیروز شده به فینال برآمد. او در قوازمایی نهایی رسلان بگداساریان روسیایی را با حساب 2-1 شکست داد و برای اولین بار به عنوان قهرمان جهان مشرف گشت. ضمناً در تاریخ ورزش توجیک او بعد سید مومن رحیم و بیروز خوجه‌زاده سومین ورزشگر توجیکستان است که مدال طلایی قهرمانی جهان را آید به سامبو به دست آورده است. خوشقدم خسروف اینچنین اکمالالدین کریموف شاگردان مربی ورزیده گوشتی محمد شریف سلیمانوف میباشند. یادآور میشویم در روز دوم مسابقه 10 نوامبر توجیکستان را آید به سامبو ورزشی در سبقت مردان 3 ورزشگر نمایندگی کرد. 2 نفر آنها با مدال‌های برنجی مکافاتانیده شدند. توجیکستان را در مسابقه قهرمانی جهان آید به سامبو در شهر بخارست همچنین داور درجه بین‌المللی محمود عبداللهیف به حیث حکم نمایندگی کرده است. در سبقت قهرمانی سامبوی جهان که سال گذشته در شهر سوچی با شرکت ورزشگران بیش از 90 کشور صورت گرفت، گشتیگیران توجیک با شمول 11 نفر 5 مدال، 1 طلا، 2 نقره و 2 نشان برنجی را به دست آورده در حساب عمومی دسته‌ای پس از روسیه مقام دوم را کسب نمودند. خوب ما نیز در نوبت خود این ورزشگران توجیک را با پیروزیشان تبریک میگویم و منتظر باشید. انتظار می رود که در جریان روز و در برنامه خبری همکاران ما با قهرمان نوبتی جهان آید با سامبو در توجیکستان صحبت انجام دهد. خوب ما را پیگیری کنید و بخبر نمانید. امامعلی رحمان رئیس جمهوری توجیکستان گفت اگر کارمندان مقامات امنیتی فارغ بالی نمی‌کردند ممکن بود از حمله تروریستی به سیاحان خارجی در توجیکستان پیشگیری میشد. امامعلی رحمان هنگام سخنرانی در حضور کارمندان وزارت امور داخلی روز شنبه گفت گروه جوانانی که 4 دوچرخه سوار خارجی را در دنقره کشتند نیم سال این حمله را تحریزی کردند. رئیس جمهوری توجیکستان افزود آن جوانانی که به خارجیان حمله کردند از خانواده‌هایی بودند که در ساختارهای امنیتی ثبت شده بودند و باید حرکات آنها حتما زیر نظارت ساختارهای امنیت و وزارت کارهای داخلی می بود. به قول امامعلی رحمان نداشتن اطلاعات و در غفلت ماندن کارمندان امنیتی امکان داد که چنین جنایت ننگینی در توجیکستان صورت بگیرد. رئیس جمهوری توجیکستان گفت همکاری نکردن مقامات ملی با جامعه دیگر از سبب‌های ناتوانی مقامات ملی در جلوگیری از جنایت‌ها میباشد. بسیاری از اعضای گروهی که به خارجیان حمله کردند ساکنان و یا زادگان پنج نورک بودند. بار اول است که امامعلی رحمان درباره جزئیات حمله مرگبار به سیاحان خارجی صحبت میکند و مقامات انتظامی را آشکارا نکوهش میکند که در غفلت مانده و نتوانستند حمله مرگبار را پیشگیری کنند. روز 29 ایول گروه
از جوانان به 6 نفر اسیران خارجی در نویه دنقره حمله کرده 4 نفر آنها را کشتند و به 2 تن دیگر آسیب رساندند. این جوانان اول سیاحان را با ماشین زیر کرده و سپس با کارد و تبر به آنها حمله کرده بودند. امام علی رحمان در ادامه صحبتش درباره افراطگرایی از مقامات خواست که آن جوانان تاجیک را که در کشورهای خارجی و بخصوص اسلامی غیر قانونی تحصیل میکنند و یا از زمان جنگ داخلی در آنجا ماندند برگردانند، زیرا ممکن است در آینده برای تاجیکستان مصیبت بیارند. در ادامه پرزیدنت تاجیکستان درباره آن گفت که چند سال اخیر کارمندان وزارت امور داخلی 95 گروه متشکل جنایتی عبارت از 500 نفر را دستگیر کردند که در 900 جنایت دست داشتند. به گفته او هنگام عملیات بازداشت بعضی از این افراد متهم به جنایت را محو کردند. رئیس جمهوری تاجیکستان همچنین آماری تاکنون اعلان نشده را آورده است و آن هم این است که در کشور در مدت 3 سال اخیر 82 مورد مبلغ گذاری تروریسم را آشکار کردند. روز یکشنبه رهبران 10 کشور عالم در شهر پاریژ در مراسم یادبودی 100مین سالگرد ختم جنگ یکم جهانی اشتراک کردند. جنگ یکم جهانی 4 سال ادامه داشته. جریان آن 10 میلیون سرباز افراد ملکی کشته شدند. پرزیدنت فرانسه و تخمینا 70 رهبر کشور و حکومت‌های عالم از جمله پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ، پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین و کانسلر آلمان انگلا مرکل در نزد قبر سرباز گمنام جمع شدند. تاجیکستان را در این مراسم شکرجان ظهورов رئیس پارلمان نمایندگی کرد. احتمال می‌رفت که ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ رؤسای جمهوری روسیه و آمریکا در جریان سفر به فرانسه دیدار و گفتگوی روبرو داشته باشند. این احتمال وقتی به واقعیت نزدیکتر شد که در جریان سفر جان بولتن به مسکو و ملاقات با رئیس جمهوری روسیه آقای پوتین گفته بود او و ترامپ می توانند در پاریس گفتگوی داشته باشند، اما کاخ سفید اعلام کرد که این ملاقات برگزار نخواهد شد و حالا احتمال می رود که 2 پرزیدنت در جریان نشست گروه 20 در آرژانتین در آخر ماه جاری دیدار نمایند. در هر صورت پوتین و ترامپ در جریان ضیافت با میزبانی ماکرون رئیس جمهوری فرانسه همراه او انگلا مرکل نخست وزیر آلمان و دبیر کل سازمان ملل متحد در یک میز نشستند. سابق وزیر بهداشت و حفظ اجتماعی ایران با اتهام فساد بازداشت شده است. روز 11 نوامبر خبرگزاری ایرنا اطلاع داد که پرویز کاظمی 9 نوامبر بازداشت و به محبس ایوین تهران انتقال یافته است. کاظمی 1 سال مقام وزیری را بر دوش داشته. در سال 2006 بر پایه اختلاف سیاسی با پرزیدنت کشور محمود احمدی نژاد استعفا داده بود. سپس او در ساحه بانکی ایفای وظیفه کرده است. سال اخیر کاظمی به منعقد شدید احمدی نژاد تبدیل یافته بود. فعلا چندین منصبدار دوره حکمرانی احمدی نژاد با جرم مربوط با امنیت کشور و فساد مالی زندانی میباشند. ماه سپتامبر اسفندیار رحیمی متفق نزدیک محمود احمدی نژاد را با جرم تهدید به امنیت ملی، ترغیبات ضد جمهوری اسلامی و تحقیر مقامداران به 6.5 سال حبس محکوم کردند. منصبداران افغان میگویند در ولایت غزنی 15 شخص آسایشته و 10 سرباز نیروهای تعینات خاص کشته شدند. برخورد دیروز ادامه داشته است. در نویه جغاری غزنی اساساً هزارها شیعه تبار به سر میبرند. 7 نوامبر طالبان به جغاری حمله کردند. حکومت مرکزی در عکس‌العمل به حمله واحدهای تعینات خاص را برای کمک به گروه‌های نیمه نظامی ارسال نمود. سخنگوی پلیس احمد خان سیرت میگوید که در برخوردهای 11 نوامبر 6 سرباز امنیتی جراحت برداشتند. ولایت شمالی بغلان افغانستان باشد در نتیجه حمله طالبان 14 عضو نیروهای امنیتی افغانستان و افراد آسایشته به قتل رسیدند. نرم‌های اخیر افغانستان در حال جریان دارند که فرستاده خاص آمریکا زلمه خلیلزاد تلاش دارد که با طالبان و حکومت افغانستان را به سر میز مذاکرات چینانده ختم جنگ داخلی افغانستان را که 10 سال به این طرف ادامه دارد به پایان رساند. خب در این قسمتی صحبت از اون نفرانی که همین لحظه ها به ما پیوستند بار دیگر به شما از آن درود میفرستم و تشکر میگم که ما را تماشا دارید و میخواهید در جریان خبرهای تازه تاجیکستان و جهان باشید و همین گونه امیدوارم که چند دقیقه دیگرتون را برای شنیدن همین خبرها میبخشید. خبرگزاری سپوتنیک مینویسد که در نظر است امام علی رحمان اول ماه دکامبر با سفر کاری به روسیه برود، زیرا انتظار میرود که همایش سران کشورهای عضو سازمان عهدنامه امنیت دست جمعی 6
6 دکامبر در شهر سنت پترزبورگ برگزار شود. طبق اظهارات نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان در همایش سنت پترزبورگ سران کشورهای عضو اسد خلاصه نهاییشان را در مورد دبیر کلی نوی سازمان اعلان خواهند کرد. او اطلاع داد که ارمنستان می‌خواهد به جای نماینده بازخوانده شده‌اش نامزد دیگری خود را پیشنهاد کند، اما به گفته نظربایف تا انجام راهبری نماینده ارمنستان یک سال دیگر مانده است و تا این مدت دبیر نو حتی فرصت بازدید از همه کشورهای عضو را پیدا نخواهد کرد. این جلسه در حالی است که اخیراً یوری خچاتوروف نماینده ارمنستان با درخواست مقامات کشورش از مقام دبیر کلی سعد برکنار شد و معاونش والری سیمیریکوف اجرا کننده وظیفه دبیر کل تعیین گردید. بازم برمیگردم به خبرهای تاجیکستان. یک متخصص با تجربه ساحه نفت و گاز تاجیکستان ادعا دارد که نه شرکت گازپروم اینترنشنال و نه تتیس پترولیوم در اصل نیت استخراج گاز و نفت در کشور را ندارند. نبی ملیکوف رئیس سابق اداره نفت و گاز وزارت انرژی تاجیکستان و شرکت دولتی توجیک نفت در صحبت با رادیو زودی گفت حکومت را ضرور است اجازتنامه آنها را بازبینی کند. ملیکوف میگوید با وجود چند سال فعالیت شرکت‌های بزرگ خارجی به مانند گازپروم اینترنشنال و تتیس پترولیوم برای استخراج واقعی گاز و نفت از کانهای کشور کوشش نکردند. قبل از همه گازپروم وارد بازار تاجیکستان شد و برای پیش بردن کارهای استخراج در 4 موضع از همه آینده دار سرگزان، رنگان، شاهنبری غربی و سریقمیش اجازتنامه گرفت. و گفت این شرکت بیش از 100 میلیون دلار برای یک چاه خرج کرده است، حالانکه با این مبلغ میشد چند چاه کوفت و استخراج را شروع کرد. به قبل هم صحبت ما از سال 2003 به این سو چندی از رهبران بلندپایه گازپروم از جمله مدیر کل آن الکسی میلر و همچنین دیمیتری مدویدیف نخست وزیر کنونی و در گذشته رئیس جمهوری روسیه به تاجیکستان آمده وعده داده بودند که در ظرف 2 و یا 2.5 سال کشور را با نفت و گاز خودی تامین میکنند، اما این وعده ها اجرا نشد و ظاهرا روسیه برای از جهت انرژتیکی مستقل شدن تاجیکستان چندان منفعت دار نیستند. باور دارد هم صحبت رادیو آزادی. نبی ملیکوف میگوید حالا گازپروم اینترنشنال در 4 موضع قبلا در اختیارش بوده یگان نتیجه به دست نآورده است و میخواهد در شمال کشور اجازتنامه‌های نو به دست بیاورد. ملیکوف گفت مانند گازپروم اینترنشنال نیت تتیس پترولیوم نیز در تاجیکستان جهت استخراج نفت و گاز جدی نبود. تنها منفعتی که تتیس در تاجیکستان پیگیری میکرد این فروش لیسانسیا یا اجازتنامه‌های کانهای نفت و گاز به شرکت‌های بزرگ بود که به این نیتش رسید. این متخصص توجیک میگوید از این رو تاجیکستان را ضرور است من بعد هنگام دادن اجازتنامه به شرکت‌های خارجی جهت استخراج نفت و گاز نیت اصلی شرکت‌ها را تحپرسی کرده بعداً به آنها رخصت بدهد، وگرنه یک پای دیگر به نتیجه انجام یافتن کوشش‌های نفت و گاز به ایمیج کشور تاثیر گذاشته سرمایه‌گذاران دیگر را دلسرد می‌کنند. بنا به حساب گیولوگ‌ها در زمان شوروی قعر زمین تاجیکستان 1 تریلیون متر کوبیک گاز و 400 میلیون تن نفت دارد، اما از روی حساب نو که شرکت تتیس آن را اعلان کرده بود در کشور توسعه از 2 تریلیون متر کوبیک گاز و زیاده از 1 میلیارد تن نفت خفته است. و وزارت امور داخلی در وبسایتش درباره باز شدن چند جنایت خبر داده است. از جمله گفته می شود که کارمندان میلیتسا 4 نفر مردان 22، 23، 26 و 23 ساله ساکن شهر دوشنبه را با گمان دزدی دستگیر نمودند. نامبردگان شب 7 به 8 نویبر امسال تخمینا ساعت 2 شب پنجره تریزه بوکمکری فرمولا 55 در شهر دوشنبه را شکسته از داخل آن صندوق آهنین بیش از 90,000 سومانی را دزدیدند. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد. خب در این برابر کارمندان میلیتسا در نزد تالار دلخوشی خواکانته شهر خوجند مرد 39 ساله ساکن شهر دوشنبه را با گمان معاملات غیر قانونی ماده‌های سخت تاثیر یا زهرآلود با مقصد به صاحبیت کسی دیگر دادن دستگیر کردند. ضمن کوفتکو از نامبرده به مقدار عمومی 400 عدد امپوله‌های دارای مواد زهرآلود زهرمار گرفته شده است. تحقیق این قضیه نیز به گفته وزارت کارهای داخلی تاجیکستان آغاز شده است. خب در این قسمت صحبت چون همیشه بازم رجوع میکنیم به قرب اسعار خارجی در بانک‌های تاجیکستان طبق قرب معین کرده بانک ملی که در وبسایتش نشر شده است. $1 آمریکایی 9 سومانی و 42 درم و 1 یورو واحد پول اروپا 10 سومانی و 69 درم است. اما قرب روبل روسی اندک پایین آمده است، یعنی حالا 1000 روبل روسی
140 сомонی و 9 درهم نشان داده شده است. خوب بینندگان عزیز، با سپاس از یک و یک شما که چند دقیقتون رو به ما بخشیدید و خبرهای مهم تاجیکستان و جهان را از من شهلا گلخواجه شنیدید. البته خبرهای بیشتر از این را داریم و در 3 ساعت دیگر در پخش سرخطهای خبرهای تاجیکستان و جهان من به سهم شما این خبرها را خواهم رساند و البته بازم در برنامه خبری شما از آن را با گزارش‌های تازه و مطلب‌های جالب منتظر میشین. فراموش نکنید آزادی ویدیو کانال مستقیم ما در در یوتیوب است و همچنین وبسایت ما www.azadi.org است که خبر گزارش‌ها و خبرهای تازه را شما میتونید از این وبسایت پیدا کنید و همچنین به صفحه های رادیو آزادی به شبکه‌های اجتماعی مراجعه کنید که اونجا نیز شما خبرهای تازه را میتونید پیدا کنید. باقی من با شما خداحافظی نمیکنم و بعد از 3 ساعت دیگر بازم منتظر شما عزیزان میشم.